سلام و درود به همراهان همیشگی چنل اترام. بچه‌ها خیلی خوش اومدید. امروز قراره بریم خوششانس‌ترین آدمای جهان رو ببینیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، حمایت کنید، دمتون گرم، کامنت بذارید. ما همیشه تو ویدیوهامون فیلم معرفی می‌کنیم و قرار شد که بعد اینکه فیلم اون روز رو دیدید، یعنی روز قبل رو دیدید، بیایید تو ویدیوی امروز کامنتشو بذارید و نظرتون رو در مورد فیلم بگید. پیشنهادی اگه دارید، انتقادی اگه دارید در مورد فیلمایی که معرفی می‌کنیم یا ویدیوهامون توی کامنت بذارید. من همیشه کامنت ها رو میخونم، مو به مو، دقیق، جز به جز همه کامنتاتون رو میبینم. بریم سراغ ویدیو. پس سابسکرایب فراموش نشه. خودش هم دستشو اینجوری کرده از وحشت زیاد. اوه 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 اوه، وای وای وای، اوه برید برید. وای وای، راننده کو؟ اینا اینجاست. بدبخت. این رفیقمون دوچار ساییدگی شده. نگاه کن، پوست تنش رو زمین جاش مونده. شانس دومی که آوردی کلش نخورد به جدول. نگاه کنین، میان رفیقش پس گردنش میگه رفیق خوب اینجا بدن. خب ببین، رفیقای خوب انتخاب کنید تو زندگیتون. نگاه اینجا نجاتت میده، خیلی مهمه. این الان آی آی آی، ببین یا علی، آی چه مویی که میگن اینا، یعنی مویی رد کرد. اینا اینقدر هم دیگه خوششانس نیستن دیگه. اوه اوه، وای وای، فکر کنم یکیشون له شد. چه خوششانسی داره این یارو، زیر چرخ ماشینه. وای، دیدید چی شد؟ کیالیش شد چی شد؟ فهمیدید چه اتفاقی افتاد براش؟ نمیدونم که هر کی متوجه شد تو کامنت بنویسید چه اتفاقی افتاد تو این سکانس. دقیقه‌ش هم مشخص میکنم توی دیسکریپشن. به من بگید تو این دقیقه چه اتفاقی افتاد. این نکته کلیدیه. آی 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 آی، باجی حیوان خونگی خوبیش اینه. گربه رو دیدی چجوری نجات داد بچه رو؟ سگه اومد پاچه بچه رو گرفت. آقا سگ میخرید حواستون باشه دیگه، اون قلدش بگیرید، مواظب باشید. متاسفانه سالانه خیلی کشت زیاد میدیم بابت حمله حیوانات مثلا خونگی. وای وای، رد کرد. اوه وای، واقعا بعضیاشون شانس میارن ها. اون کامیون داشت، اون کامیونه میخورد به اونا. این چی شد؟ ترکید یه چیزی زیر زمین. الله، پرچام. باز هم پای یک خانوم در میان است. دیدی؟ داشت میومد اینجا برای خودش بره، موتور یه ذره سرعتش بیشتر بود. الان باید بچه مردم میوردیم به سرا. نکنید خب، نگاه کنید خیابونه. این داشت معلومه بچه بوده زیاد یه چه میزده. یه چه که میدونید چیه؟ همون تک چرخه. آی آی، حیوان خر. این واقعا خودش یه مقوله جدایه. سالها راجع به این اتفاقی که افتاد میشه صحبت کرد. چقدر خوش شانس و چقدر خدا میخواستش. خورد به پشت ماشین، پشتک زد، دوباره رو خود ماشین نشست. نگاه
آخه نگاه کن باز نگاه نمی‌کرد. میبینی حرف من میبینید چی میگم؟ من خودم رانندگی میکنم، هزاران بار همین اتفاق افتاده. نگاه کنید خیابونو، تو رو خدا نگاش کنین، یه بار دیگه نگاش کنین. فقط دختر نگاه، اصلا نگاه نمیکنه، هیچی رو نگاه نمیکنه. نمیم کجا رو داره نگاه میکنه. یه نیم متر جلوتر بود الان با بلانکارد یا بیمارستان ویلچر نشین شده بود یا به سهرا دیگه همون منظور. اینا نمیم به سهرا نداره، اینا هم قبرستون، مستقیم قبرستون. خدا نکنه البته، ولی خب خواهشان نگاه کن. اوه وای دیدی چی شد؟ ترکید اون ماشین بود، نمیم چی بود ترکید، یه چیزی پرت شد افتاد جلوی پای پیرزنه، یه ذره جلوتر بود. چقدر من از رعد و برق میترسم خدا وکیلی. رعد و برق یکی از اون چیزهایی که واقعا ترسناکه. من بیرونم بارون میاد رعد و برق میزنه واقعا. اوه چه کلفه یکونی شد یا علی. وای بچه بود، کالسکه بچه بود. خدا واقعا خدا بخواد سیو میکنه، اینجوری بهتون میگم. نه یا باززن داری کجا میای؟ نگاش کنین کجا داری میای. نه یا داره میاد، همینجوری داره میاد. آها فهمیدم چی شد. فهمیدید چی شد؟ کی فهمید چی شد؟ هر کی فهمید بگید چی شد. من نمیگم چی شد ولی من فهمیدم چی شد. چی داری میگی؟ اون چیه؟ گربه است؟ آی تو رو خدا بگو زنده موندین گربه. ناموسم بگو زنده. گربه بود دیگه، یه حیوانی اونجا. آره گربه است. بابا اونجا چیکار میکنی؟ داره خونه تخریب میکنن دیگه. وای بیا بیرون تو رو خدا بیا بیرون. آخه اینا داره میاد. گوساله تو اونجا آخه چیکار میکردی عزیزم؟ سالم من. بیا گوگلی. آی چقدرم خوشگله. وای یعنی تو ندیدی اون قطار رو به اون گندگی داره میاد؟ تو ندیدی اون قطار رو که الان نشستی روی زمین؟ نمیدونم واقعا چی بگم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایک کنید، از ما حمایت کنید تا ویدیوی بیشتری بسازیم و سعی کنیم که شما بیشتر سرگرم کنیم. فقط این که طبق روال همیشگی بچه‌ها ما آخر ویدیوهامون یا یه فیلم، سریال، کتاب باحال بهتون معرفی می‌کنیم. امروز هم می‌خوام بهتون یه دونه فیلم باحال، نه یه سریال باحال بهتون معرفی کنم. سریال فکر می‌کنم 12 فصله تموم میشه. شاید بگید 12 فصل خیلی زیاده، ولی این سریال من دارم برای ادولت یعنی سن مثبت 18 معرفی می‌کنم. سعی کنید کم سن سالات نبینید. من فیلم‌های دیگه یا سریال‌های باحال دیگه بهتون معرفی میکنم، ولی این سریالو فقط به همسنای خودم معرفی میکنم. یه سریال ژانر کمدیه، کمدی اجتماعی در واقع میشه گفت، و در مورد یه خانواده پرجمعیت آمریکایی لش و لوش، یعنی معنای واقعی لش ها. برید ببینید لذت ببرید. این سریالی که من معرفی میکنم، ببین من خودم فیلم بازم خسته، یعنی اینجوری آرشیو دارم بوجور. این سریال اسمش هست شیملس. 2 تا ورژن داره، یه ورژن انگلیسی داره، یه ورژن آمریکایی. ورژن آمریکاییشو ببینید، فوق العاده است. شیملس یادتون نره این سریال رو حتما ببینید. 12 فصل تموم میشه کامل و موقعی که این سریال تموم شد من بغض رو گرفتم، چون از 12 سال بیشتر 13 سال پیش من شروع کردم دیدن این سریال. از اولین فصلی که اومد باهاش همه لحظاتش خاطره داشتم. مطمئنم شما این سریال رو ببینید موقعی که تمام میشه بغضتون میگیره. فوق العاده است، عالی، نامبر 1.
دمتون گرم که لایک میکنه، دمتون گرم که سابسکرایب میکنه. دوستتون دارم، میبینمتون. خدا نگهدار.